من یه دانش آموز داشته بودم، گفتم با نو انداختمش یه کچل بیخاصیت سیاپوست نفهم که من کدوم مادر پدر اونو ظاهره بودم انگل جامعه رو میامد منو انگول میکرد و میرفت، همه بچه هم برفت اون میکردم بیشرف. خار کسکر داری هم. دادا چرا من داری کجا میبری؟ نه ترس، چند قدم دیگه میرسی اونجا با حساب اکبر کتاب دارم. گفتم گو خوردم ولم کن دیگه. تو دیگه حتی بری از کیرم بخوری دیگه فایده ای داره. 2000 years later. آقا میخوای ما ببری یا نه؟ سر تکلیف رو روشن کن. آقا معلم یادته که یه روز اسکوپر اومده به شهوات رو کشید پایین؟ چی؟ درست شنیدی. ولی غیر ممکنه. درست شنیدی، پسر خود این کار کرد. و اون صحنه ای که ما دیدیم و اگه آموزش پرورش میدید 5 سال حبس تعلیقی واسه تو میزد. از اونجا چند تا بچه اونجا داشتن گوشی برمیرفتن ازت فیلم گرفتن. پس بهتر ساکت باشی. خیلی خوب، من چند تا سوال ازت میپرسم، اگه بتونی جواب قانع کننده به من بدی من ولت میکنم. سوال اول، از پروانه بپرس چگونه پرواز میکنی، در جواب چی میگه؟ به تو چی کسکش؟ قانع کننده بود. سوال بعدی، تو رو خدا ولم میکن، برو بخواب، فردا صبح بیدار شو، یکم آرامش داشته باشی، با هم دیگه صحبت کنیم. من هر روز از خواب بیدار میشم میبینم دلار 2000 تومان رفته بالاتر. آخر اصلا من دلار 1 تومانی هم با چشام میبینم، اصلا دلم نمیاد بخوابم. همین که میبینم دلار 88000 تومان میگم بیدار بشم تا فرداش که دیگه نخوابم، دیگه دلار نره بالا. به قول پدر بزرگم چخ داری حکایته، هیدر بابا دنیا حالا دنیالی. حالا دیگه خداحافظ. مادرت گایدم. Herkese salam. اگه دوتا شورت ویدیو قبلی دیده باشید متوجه شدید که ما بالاخره تونستیم یه پی سی بگیریم. الانم تو کونم عروسیه. آره این کل دستم بود که بهت گفتم. اینی که چه صدایی داره میاد؟ کی داره سر صدا میکنه؟ واده چه خبره؟ من میخوام یکم آروم باشم و اینا نمیذارم. یک بار کنار. داداش ببخشید ولی لازمه داریم متاسفانه. خیلی خوب یا علی همه شما یک بریم یکم با اون مأمور مخفی صحبت کنیم. و خیره. بله بفرمایید، با من کار داشتین؟ این بس بخیر جوادا یه دعیوس اومده چند نفر از یارمون کشته. معنیش کی بوده؟ طرفای منطقه آسیای شرقی، طرف آفریقای جنوبی اون طرف ساکنه. خیلی خوب. گل منو اذیت نکنین، ریششو تا ته نکنین. بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد منو صدا بزنین. بارون خبر نکنین، آفتاب صدا نکنین. بعد من اگه گوش نشد بهش بگو بیا سرشو بخور. خب ببین چه خبره اون پایین. داره من میبینه با نقشمو حرفه‌ای بازی کنه. نکنه من الان لو بده. یواش بزنم کی اینجاست. هیچ کی نیست. خب اکبر جان معذرت بگیر. ببخشید حامله شدی؟ خیلی خوب من یه دقیقه برم نیروی کمکی برم. محمد ببین کس محمد. فکر کنم است جنس رو پیدا کردم و بزن بریم سراغش. کس مادر فرار نکرد کس مادر. مردی که قشقر وایسا، اون تو کاری رو کی رفتی؟ اون رو کاری بود. ما خانواده اصالتا فرق داریم. یعنی چی؟ ننه بابات چی؟ مامانم تو کاریش، بابام رو کاریش. واقعا به خاطر همینی که من و ننت داخل کاری. چی؟ من معلم بابات بودم. پس منم معلم تربیت بدنی ننت بودم. میدونی وقتی یکی بام بداد خوابت نمیبره باید چیکار کنی؟ نه تو بگو. باید با خود کار بخوابی. چقدر بامزه ای تو ناموسم. حالا نوبت منه. عجی مجی یا ترجی یا ابوالفضل. خیلی خوب، ما تراتوراتی که به دست آوردیم اینه که باید به یه دکتر بی پدری پیدا کنیم که یه ویروس رو داره بهتر میکنه، قوی تر میکنه. چه بدونم یه غلطی رو باش میکنه.
حالا ما باید بریم داخل یه مکانی قدرت رو تست کنیم. من دلم بارون خواست، بارون دلش خواست که برینه تو حال من دوباره. آخه کی رسیدیم؟ خیلی خوب، اینو میذاریم. چی میگه؟ ایکس رو میذاریم 5 تا ایکس. 5 تا ایکس معنیش چیه؟ ایکس به توان 5. بودم اگه برگردی دوباره. باز انمی شما دیوسا به جای که اینو بزنی داری منو میزنی کسافت ها. خیلی خوب، اینم جورش آخراشه دیگه. بگی خب تو چی گز کرد برای که بیاموز کسافت که زنتر گاوه. معلوم شد که بالاخره این دیوسا قصد حمله به مکانی دارن، قراره اینجا میان بعد چند تا ویروس هیلا پگیلایی بفرستن اینجا که کل مردم رو بکشن واسه آزمایش. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید دهنی هیولا سرویس کنیم. هیولا مگه کی میخواد باشه؟ حالا خوبی مامانم، چی میخوری؟ چیپس میخوری؟ آره خیلی خوب، اسپیس میزنیم الان. بعد میپریم از بالا سرش. بعد حالا کولشو پاره کنه. الان کولشو پاره میکنیم میکشیمش. بابا از هیولا ما زیاد کشیم بابا. من قوی‌تر از تو هم زدم. تو چی فکر می‌کنی ها؟ هیولا میدونی وقتی تو آدم کچل تاس میافتن زمین چی میشه؟ تاسشو جفت شیش بیاد. چیه؟ خنده نداشت. الان تو به من تیکه انداختی چرا؟ چون منم تاسم. بابا من داداش تو الان اومدم رو چشات تیکه کردم کشت. تو دیگه جای خود داری بابا. خیلی خوب، تو یکی دیگه هم دیگه مردی دیگه. تا ما چی داشت؟ خداحافظ. ماموریت رو تکمیل شد. یه قدرت جای باز کردیم. حالا باید فرار کنیم. بعد درس هندسه دیگه این چرت و پرتا بسه. برو درس تو بخون تا یه گویی بشی. حالا بیا بریم حالا. خب همین بود از ویدیو. لایک سابسکرایب یادتونه. چنل رو دنبال کنید. کامنت هم بذارید. خواهشاً داخل کامنت ها یه تبریک ویژی هم بدید که ما پیسی گرفتیم. و اگه گیم مورد نظرتون هست تو کامنت ها بگید و حتما تبلیغات رو ببینید تا حداقل بتونیم یه درآمدی داشته باشیم. خیلی خوب، تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. محتاطا نمیگیرم. نه خیر